خیلی روزای وحشتناکی رو گذروندم. مثلا جدای از دردهایی که کشیدم، اینکه میبینی خانوادت دارن به خاطر هدفی که من داشتم عذاب میکشن، خیلی اذیتم کرد. دخترم و وقتی میدیدم که بهش گفتم چه اتفاقات و هنوزه میگه مامان تو خوب میشی، چشت خوب میشه، براش هنوز نتونسته باور کنه که مادرش آسیب دیده. فکر میکنم هیچ بچه‌ای نتونه همچین چیزی رو تحمل کنه که دختر من تحمل کرد تو سن 9 سالگی 10 سالگیش، که ببینه مادرش آسیب شدیدی دیده، ولی از یه جایی به بعد انقدر خودش قوی کرد که با اون چشمی که مادرم حتی دیگه نمیتونست به من نگاه کنه، پدرم به من نگاه کرد گریه میکرد، مادرم گریه میکرد، خواهرم هر لحظه میدیدم تو چشاش داره از درد نابود میشه، ولی این بچه برای من میومد عطر توی چشم من میریختش. نمیدونم تو قلبش چه چیزایی گذشته، تو مغزش چه چیزایی گذشته. اینکه مجبور شدم کشورم رو ترک کنم، خانوادم رو بزن به خاطر هدف. اینکه باعث شدم که دخترم از پدرش دور بشه، از مادر بزرگاش، از پدر بزرگش، از عزیزایی که داشتش دور بشه. خب اینا همش باعث میشه که خودم رو خیلی مقصر بدونم، ولی خب میگم ارزششو بازم داشت. همش به خودم میگم ارزششو داشت، چون که خیلی هدف مهمی بود. نه تنها من که تو خیابون میرفتم، برای همه همینجور بود. وقتی کنار هم راه میرفتیم میگفتیم که فقط کاری کنیم جمهوری اسلامی بره. هدفمون همین بود. نه دنبال شخصی بودیم، نه دنبال گروهی، نه از حزبی حمایت میکردیم، هیچی. خودجوش میومدیم، اصلا کاری به فراخوان نداشتیم که بگیم فلان روز فلان پیج فراخوان گذاشته نمیدونم چی. نه اصلا به این چیزا. من روزای جمعه میرفتم، حتی روزایی که مهمونی بودش، روزا با پدرش میرفت مهمونی، من میرفتم تو خیابون میگفتم من بعداً میام پیشتون، ساعت 9-10 شب میرفتم. یعنی انقدر برام هدفم ارزشمند، با دل و جون میرفتم تو خیابون که بتونیم یه کاری کنیم. ارزششو داشت. چرا؟ چون که جنبش زن زندگی آزادی تو دنیا شناخته شد، که به کل دنیا نشون دادیم که مردم جدا از دولت هستن، مردم این نظام رو نمیخوان. یه عده خاصی هستن که فقط چون با خود جمهوری اسلامی هن اونا با اینان. ما نمیخوایم. 80 میلیون آدم دارن عذاب میکشن تو اون کشور، واقعا نمیخوان. اینکه من خودم با کلی نماینده تو کشورهای اروپایی صحبت کردم، به شخص دیگه کم مونده التماسشون کنیم که بفهمید این موضوع رو که جمهوری اسلامی اگه قدرتمندتر بشه، وقتی داره مردم خودشو آسیب میزنه، مردم خودشو میکشه، وقتی قدرتمندتر بشه قطعا مردم کشورهای دیگرم نابود میکنه. انقدر دست برادری با جمهوری اسلامی ندین، از پشت زد و بند نکنید با جمهوری اسلامی. به همه‌شون گفتم جونتون در خطره، مطمئن باشید. واقعا میخوام بهش بگم که ارزششو داشتش که یک انسانو به خاطر حق و حقوقش بخوای همچین آسیب شدیدی بهش بزنی. ارزششو داشت. چجوری میتونی واقعا راحت وجدانتو آروم بکنی که بگی که نه، من به خاطر طرز فکر و عقیده‌ای که حالا رهبرم بهم تلقین کرده همچین کاری کردم. اصلا بحث مذهب و عقیده، بحث این سر اینه که تو چجوری به خودت اجازه اینو میدی که به یک نفر دیگه آسیب بزنی. به چه حق؟ من خب وقتی که
چشمم اینجوری شد و آسیب دیدش و داشت خون می اومد. همون شب توی بیمارستان برگشتم گفتم با یک چشم هم می شود آزادی رو جشن گرفت و هنوز هم همین اعتقاد دارم و فقط برای ایران آزادیشو میخوام که از دست جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنه، چون جمهوری اسلامی یک دیکتاتور بزرگیه که شالوده ای از دیکتاتوری‌های 50 سال اخیر رو تو خودش همه رو با همدیگه ترکیب کرده و داره اون علیه مردمش انجام میده. فقط آزادی ایران و آزادی مردمم رو من